حمد به حد ثنای به اعداد بر خدایی که نور ایمان داد. غافر است و رحیم و رحمان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست زو طاعت. نام پاکش محمد عربی است، صلی الله علیه و سلم رهنماینده بزرگ و سبی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از خداوندی بسیار بسیار مهربان دعاگو هستم که خداوند خاتمه کار همه ما و شما را به خیر گرداند. دمی آخری ما و شما را الله مهربان دمی راحت بگرداند. الله را دعا کنیم که با ایمان حیات به سر بردن، با ایمان دنیا را پدرود گفتن خداوند نصیب هر کدام ما و شما بگرداند. الله را دعا کنیم که در دلهای ما محبت خودش را، محبت پیامبرش را، محبت کتابش را، محبت جمیع مردم مسلمان الله مهربان نگه دارد. الله مهربان دعا کنیم که خداوند همیشه ما را با نیت‌های نیک، همیشه با یک نیت‌های خیر خداوند ما و شما را نگه بدارد. الله مهربان از جمیع آن کارهای زشت و بدی که در او قهر و غضب خدا بیدار می شود، الله مهربان دعا کنیم که ما را هیچ وقت یا ما هیچ وقت رهسپار اون کارها نگردیم. خداوند دعا کنیم که همیشه برادرای ما را، خواهرای ما را از نعمت شرم، از نعمت حیا برخوردار گرداند. خداوند جمیع گذشتگان ما رحمت و مغفرت کند. این بیماری که الحال در روی دنیا دور میزند، خداوند از روی دنیا این بیماری را دور گردانه و علل خصوص از تاجیکستان ما و شما. و الله را دعا کنیم که برادرها و خواهرایی که در مسافرتن، در غریبیان، خداوند سفراتون خیر و نیک و مبارک بگردانند. و الله مهربان دعا کنیم که در این دیار ما و شما، در این جمهوری ما و شما هم دائم آسایشتگی و آرامی و تینجی را الله حفظ فرماید. برادران و خواهران عزیز، از من یک سوال شده است که آیا پیامبرمان در حالتی که شب خواب میکرد، بعضی ها گفتن که گویا که پیامبر خلاص از میان پایانش لباس داشت و بالاش لباس نداشت، و بعضی های دیگر در سوال آمدن که پیامبر مقصد همیشه در خواب و در بیداریش بدنش با پررگی پوشیده بود. خلاص آیا همان لباسی که حضرت در جاگه خوابش می پوشید او چگونه بود؟ برادران و خواهران عزیز، یک چیز باید شما دانین که پیامبر صلی الله علیه و سلم که این معلم بشریت میگویند، برای ما و شما بسیار بسیار چیزهای نیک و خیر زیاد آورده است و بسیار مصلحت و توصیه های نیک زیاد داده است. فقط برای هر کدام این گفتی عزیزای خدا گوش باید که بشنود این را. برای اینها گوش در کار که گوش کنیم، برای اینها توفیق در کار که عمل کنیم. از این لحاظ پیامبرمان هیچگاه در جاگه خواب عریان خواب نمی کردن. یعنی خواه قسم پایانش لوچ باشد، خواه قسم بالاش مقصد لوچ باشد، لباس نداشته باشد، این در هیچ خبری از کتاب نه آمده است. برعکس که
پیامبرمون همیشه در حفظ لباسش بینهایت جدی بودن حضرت. حتی در حدیث ها میاد احیانا که با همون لباسی که خواب میکردن با همون میخیستند و نماز مردم رو میخوندن. یعنی معلوم میشود که حضرت در بدن لباسی داشتن که هم بالاش پوشیده بود هم پایانش پوشیده بود. اگر چنده که در گویم حیات پیامبر خیلی نارسایی، خیلی کمبزاعتی، خیلی فقر دامن مردم فرا گرفته بود. اگر دینه در کمی از اونها 2 پر لباس داشته باشد، کمی از اونها 2 پای افضال داشته باشد، برای بازم همینه که چقدر لباس هاشون کمم کی بود لیکن هیچ وقت گویم بالا یا پایانشون لوچ نمی کردن. از این لحاظ جواب سوال اینها این است که پیامبرمان همیشه در لباس پوشیدن، نه بالا و نه قسمی از میان بالا و نه قسمی از میان پایانش هیچ وقت لوچ نبودن. زین لحاظ امکان داشت اگر پیامبر این کار میکرد، اصحاب او یا خود خانمش عایشه مادرمان برای ما و شما میگفت که مقصد پیامبر در جاگه خواب چگونه لباس میپوشید. از این لحاظ مادامی که مادرمان برای ما گفت که احیانا حتی با همون لباسش، یعنی لباسش بالا و پایانش که پوشیده بود، مقصد میخیست وضو میگرفت میرفت نماز مردم میخواند. برای همین اگر امروز ما هم رعایت کنیم شبها برای خودمان ما رنگی مثال او زمانهایی که خیلی تنقیسی داشتن، الحمدلله او تنقیسی حاضر نیست. حاضر دل خواه نفر با کمش 3-4 کرته دارد، کمش با کمش 2 تا مثال پای افضال یا 3 تا پای افضال دارد، از این دم بیشتر دارن. من اگه با کمش گفتیدم، یعنی از این چیزها ما از لباسی چی تابستانه، چی تیرماهی، چی بهاری، چی زمستانه، از همه نوعش مقصد برای خودمان لباس داریم. برای مادامی که امروز از لباس ما و شما بای هستیم، لیکن حرکت کنیم که از جهت حیا هم بای باشیم. برادرای عزیز و گرامی، ما همین قدر کلان شدیم، خواه پدرمونه خواه مادرمونه آری ندیدیم. مقصد ندیدیم که حتی مثال همین پدرهامون در پیش فرزندا تگ مایکه یا تگ شارتیک یا تگ تروسی آمده شیشتگی باشن. بینهایت برادرای عزیز، در دوره همین حکومت سوویتیه که این قدر ملا نبود، این قدر مولوی و شیخ و مثال دانشمندان نبودن، این قدر کتابهایی که حالی کتابخانه های ما ای کتاب میگیم مدرد پر کتاب است، این خیلی کتاب ها نداشتن. لیکن در مردم یک تقوا، یک حیا در اوج عالی بود. این قدر مردم با تقوا بودن که حتی گوشت مگزین نمیخوردن. این قدر مردم با حیا بودن که هیچ وقت در پیش فرزندا حتی آستین کلته نمی نشستن. امروز برادرای عزیز اگر مقایسه با او دوره ها کنیم، ما خیلی بگیم بی اهمیت و بی پروا و بی حیاشیدگی. مادرها را باور کنین، مادرامون در همین خیلی سین سالای بلندم که گذشتن، بار هم مثال مادرها را ما در پیش فرزندا هیچ وقت یا سری لوچ یا گردنی لوچ یا با یگان طرزی که مقصد همون یک بدن اون نمایان باشه ندیدیم. بسیار مادرامون مادرای با حیا بودن. یکی پدر با حیا باشد، یکی مادر با حیا باشد، این تاثیرش در همون فرزندا هم میگذره. آخی از همین لحاظ بسیار در این مسئله احتیاط کنین، بسیار احتیاط کنین.
ما در آیت قرآن لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه داریم. ما باید که حیاتمون از پیغمبر آموزیم. یعنی چه لباس داشت؟ لباس های حضرت بالا و پایان همه پوشیده بود. برای همین است که در باب جین ها کتاب دارون خواندم، میگه اگر شما به شرطی که در جای خوابتون عریان خواب کنین، یعنی با بگیم امروزه، یعنی اگر انسان تگ ترسی کنه و حتی مایکش هم بدر کنه، وقتی خواب میکرده است، در همون حالت پیامبر من گفت است که اگر کدام شما در یگان ضرری جینی برسه، یعنی بعضی داد گفته میخیزی یا بعضیات همین خیلی زیانید میتکی، دیگر مجبور میشه که چندین آدم میخواند، بعد بهتر میشه. میگه هم همین از همون عریان یعنی لوچ خواب کردن در جای خوابه. خدا پرده کنه. ای وقت چمی کلانترا برادرای عزیز این قدر حدیث و این قدر علم نبود و یک گپ داشتن. میفتن اگر یکی من همینجا مقصد همون تگی ترسی خواب کنم و یکی زمین جون بیدو همین یک در دیوال در بالام چپه شوه، اگر ما با همین احوال اگر خداوند یکی مثال جان ما بگیره، همین برای من عیب نیست، همین برای من شرم نیست؟ یا اگر در همین حالت مقصد امکانی با بیرون برآمدن هم باشه، من همون تگی ترسک اگر بیرون دا ببرم، چخیل مثال در همون خیل حالت چخیل آدم خودش تصور میکنه. برای همین خدا رحمت کنه کلانترهای ما خیلی و خیلی بیشتر توفیقاشون و حیاهاشون خیلی زیاد بود. خدا رحمت کنه. شیخ سعدی را میگو حیا باید که دارد آدمی زاد، که لعنت بر وجودی به حیا باد. آدم کشیدی، انسان کشیدی، حتما باید با خودت حیا داشته باشی. ولی برادران عزیز، من یک حتی بینین وقتی حضرت آدم از سوره اعراف بینین آیت 22 را، وقتی خداوند حضرت آدم گفت که از همین درخت، یعنی درخت نامش نگرفت، اگرچه بسیاری مردم گندم میگه، لیکن در آیت قرآن و در تفسیرها خاک در تفسیرها میگن، لیکن در آیت قرآن فقط درخت گفت. به همین درخت نزدیک نشو. وقتی حضرت آدم شیطان وسواس کرد و به همون درخت نزدیک شید، یعنی همون درخت خورد، میدونین اولین کاری را که خداوند، یعنی جزایی را که به آدم داد چی است؟ این سوره اعراف آیت 22 میگه همین حالت در قهر خدا شید، در حال میگه لباساشون افتید تنشون، یعنی خداوند لباساشون را گرفت. این وقتی یعنی لباسی که در تنه ما نباشه، بیا نوعی جزای حضرت آدم از طرف خدا به همین شد که لباساشو گرفت. در تفسیرها میگه که وقتی لباساشون که افتید، حضرت آدم قطعی ماما هوا اینا در میگه برگه ها را گرفتن. بسیاری تفسیرها میگن امو برگ انجیر بود، برگای کلان کلان که بود، میگه گرفتن با امو در تناشون چسباندن گرفتن، یعنی کسی بدن ما را نبینه گفتن، حتی با همو برگه ها بدناشون را پوشانیدن که کسی نبینه. این هم دلالت بر بین حیا میکند که حتی شرم کردن که مثلا بدن ما را یا شکم ما را است یا پشت ما را یا پای ما را کسی نبینه. علل خصوص در خانه ها برادرای عزیز، ما مردم تاجیک در منتالیته مردم تاجیک ما چگونه که در دیگه مردم روس را میبینیم، مردم اروپا دا که مثال زن مردش همون تگی ترسی و تگی میکه میآیند در نزد فرزنداشون میشینن، با همون نان میخورن، با همون آب میخورن، لیکن در مردم مسلمان ما این چیزها نیست. و هیچ وقت ما از اون مردم مقصد اون رسم و اون عادت و اون عرف و اون طبیعت و اون رفتار و اون اخلاقی را که او دارن ما باید نگیریم، زیرا که اخلاق و فطرت و تربیه ما از اونا هزارها بار بالا هست. از اونا ما بسیارتر بتونین علم بآموزین، از اونا کسب بگیرین، از اونا پیشروی کشیدین، پیشروی را یاد بگیریم. لیکن از اونها این خیل معامله که در خانه نزد فرزندا میکنن ما باید این چیزها را نگیریم. این خیر نداره برادرها و خواهرها عزیز، این یگان نیکی هم نمیاره. و لباسایی را که پیامبر من دوست می‌داشت ببینین، حضرت ابن عباس میاره حدیثی، گویم امام ترمذی و ابو داود با اسناد صحیح میگه البسو من ثيابكم البياض فانها من خیر ثيابكم و
کفنوا فیها موتاکم. پیامبر میگه اگر لباس میپوشید لباسای سفید پوشید. ببینید زیرا اینکه میگه بهترین لباس با لباس رنگی سفید گفتن و حتی گفتن مرده هاتونم کفن هاشون از لباس سفید کنین، چون که خودمان از همون سانهای سفید استفاده میبریم و باید که ما و شما هم لباس های سفید پوشیم. حضرت میگن البسو البیاض فانها اطهر و اطیب و کفنوا فیها موتاکم. شما لباس های سفید پوشین زیرا اینکه بسیار پاک است، بسیار زیبا هست و مرده هاتون هم با لباس سفید کفن کنید. لباس های سفید پیامبر ما دوست می داشتن. دیگر حدیثی که امام ابو داود و ترمذی اسنادش صحیح میگن، میگه رأیت رسول الله، از صحابه پیغمبر میگه رفاعه میگه دیدم پیامبر که و علیه ثوبان اخضران، دیدم که لباس های سبز در بدنشون بدن. یعنی حضرت یکی لباس سفیده یکی لباس سبز حضرت بسیار ناز میدیده، بسیار دوست میداشته. برای همین رنگ های لباس هامون هم اگر هر نوعی که باشد مثال خوبه، لیکن رنگی سفید و رنگی سبز و مثال رنگ های مثال دیگر رنگ ها هم اجازت این معنی را ندارد که دیگر رنگ ها را نپوشین، لیکن بیشتر حضرت با سفید و بیشتر با لباس سبز ما و شما را ترغیب میکند که از همین لباس ها داشته باشیم. این بود سوال شما. خدای مهربان حفظتان کنه و الله مهربان ما و شما را توفیق نصیب بگرداند که در جاگه خواب مونم مثلا لباس های وازی شب پوشک برآمدگی ای وقت کلانترای ما همین بین ای سفیدی که پیامبر دلالت کرد هم کرته داشتن هم ازا شلوار میگفتن. کرته هاشون خیلی رنگ حاضره نه وردیگدار و تکمه‌دار نبود، همون گردنکاشون هم میبریدن همین خیل مثلا با همون میپوشیدن، کرتکای کشاد میپوشیدن، همون شلوارای کشاد میپوشیدن، خواب میکردن. برای همین اگر همین مثال زنها هم مردها هم اگر رعایت کنین خدا خواهد بهترین به سنت پیغمبرمون موافق میشود. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.